تاکید دوباره بر مسئله ایمنی می‌کنیم که ایمنی رعایت کنین برای سلامتی خودتون و دوستانتون. اگر یه موقع وسط کلاس ما یه صدایی بلند کردیم در برابر ضربه آسیب پذیرتر میکنه. این کلاهایی که سبکترن برای صعودهای سختتر، برای صعودهای بلندتر مناسبترن، چون شما توی اون صعودها هستش که گرم به گرم تجهیزاتتون براتون مهمه و حالا اشکالی نداره اگه کلاه یه جایی هم یه خورده ضربه خورد و آسیب. شما خودتون برای خرید چه کلاهی به ما پیشنهاد میدید؟ ببینید ما چند تا جنس کلاه داریم. یه سری از کلاه‌ها از در واقع الیاف فیبر ساخته شدن و یه سری از کلاه‌ها که تقریبا همه شما این نوع کلاهو دارین از فایبر گلاس هستش. یه قابلیت دیگه هم که داره این لبه هایی که تعبیه شده دور کلاه برای اینه که ما کش کلاهمون رو بندازیم پشت این گیره ها و هدلمپ روی کلاهمون فیت بشه. بعد حالا نحوه سرگذاشتن کلاه به این صورتی که ما کلاه رو توی این کلاس ما کمتر راجع به این صعود میکنیم که چجوری صعود بکنیم از سنگ، بیشتر راجع به این صحبت میکنیم که ابزارهای سنگ‌نوردی چیه، تکنیکای سنگ‌نوردی چیه، یا مثلا چجوری ایمنی رو رعایت بکنیم. بیشتر روی این موارد کار میشه، کمتر روی این کار میکنیم که چجوری مثلا حفظ تعادل بکنی، صعودتو بهتر انجام بدی. اینا تو وهله بعدی قرار داره. که آقا یه دونه مشتی داری بالا سرت، اینجا این استکاکیه رو رد کن، بعدی مشتیه دیگه، زبون همدیگه رو میفهمید و خوبی خیلی خوبه. حالا بریم سراغ این که اگه بخوایم صعود بکنیم چی کار بکنیم که بتونیم راحت تر صعود بکنیم. شما پشت نفر و با یه فاصله از ایشون وای میسی و دستات هم رو بالا نگه میداری، شستات هم حتما میبندی چون اگه بیفته روی دست شما شستت برمیگرده. و کاری که شما لازمه انجام بدی اینه که ایشون رو به صورت سالم هدایت کنی روی زمین. یعنی نمیتونی نگهش داری وزنش رو تحمل کنی یا نگهش داری بگیریش اینجوری مثل بالش بذاریش کنار، که مهمترین قسمت بدنش از این شونه به بالاش، یعنی سرشه. اگر که بیفته من پشت کمرش یا شونه هاشو نگه میدارم و هولش میدم میفته زمین. اگه بخوره زمین پاش بشکنه تا پایین میتونیم ببریمش، ولی اگه سرش بشکنه ممکنه براش اتفاقات بدی رخ بده. اوکی؟ همینطور یه کوچولو هم حتی بیفته. می‌بینی؟ من فقط هدایت ضربه به پشت من بالا تنه من زد. تنها کاری که قراره بکنید همینه. روی دسته، درسته؟ بعد یه خورده اینطوری خودتو ببین، اینطوری میدی بالا و یکی از پاها فرقی نداره. یکی از پاها رو میذاری لب سنگ، یه انتقال وزن روی پا. ببین اینجا وزن رو دستمه، اینجا وزن رو پامه. و دیگه راحت اون کاری که گفتم نکنه، اون یه خورده سعی کن با سرتو نزدیک کنی به سنگ. دنبال گیره میگردم. ببین الان زبدر زد. این حرکت رو بهش میگن زبدر. شما در جایگاه کارآموز زبدر نزنید فعلا. چشم. انشالله. آفرین به شما. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough.
beat you up and now, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough, yeah. I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh, yeah. I think that we've all had enough. 10 سانتی ایشون برای کویکترا استفاده شده. اسلینگ 120 سانتی من برای خود حمایت هم استفاده میشه. اوکی. چطور درآمد؟ حالا این بسته شما داره. من الان اینم این شکلش کنم میشه اسلینگ 30 سانتی ولی این تا ازش اضافه استفاده کنم. شاید پیش خودت بگی که ای بابا الان اینم داره منو میاره بالا سر این سنگه، انتظار داره منم مثل خودش اینقدر راحت اوکی باشم با این ابزار. ببینید این ابزارها همشون استانداردهای بسیار سرسختانه‌ای و پشت سر گذاشتن و وزن ما برای اینا هیچی نیست. همون جهتی که دور قبلی به سمت خودم تابوندم الانم به همون جهت این سر تناب به دور تناب بلند میتابونم، یه حلقه ایجاد میشه، سر تناب از داخل حلقه به بیرون عبور میدم و میکشونم. این در حالت که سردست سردستی که دور تناب بلند میفته. این دوتا رو که به سمت مخالف هم بکشم گره من صفر میشه. یه طرف گرم دو تا رشته تناب موازیه، یه طرف گرم رو نگاه کنی دو تا زبدره. اینطوری یعنی گرم درسته و این نشونه درست بودن گرم اینه که این سرا در راستای طرفین مخالف هم اینطوری قرار میگیره. دوستان رسیدیم به مهمترین گره‌ای که شما توی این کلاس یاد میگیرین و قرار باهاش کار بکنید. گره 8 تعقیب. ما چه تو سنگ‌نوردی چه تو یخنوردی هر جا چه تو مسیرهای فنی تو کوهنوردی هر جایی که بخوایم سر تنابو به هارنسمون متصل بکنیم از گره 8 تعقیب استفاده میکنیم. عزیزان ما یه مبحثی داریم به نام چینش ابزار روی هارنس شما. همه هارنس ها یه دونه حلقه جلو داره، یه دونه حلقه پشتی. درسته؟ هم سمت راست ما هست هم سمت چپمون. ما ابزارهای فرود و ابزار پروسی که اون که این تنابچه هست در واقع ابزاریه که آخرین مرحله قرار ازش استفاده کنیم. ابزارهای فرودمون رو میذاریم حلقه های پشتی هارنس. حلقه جلو برای ابزار صعوده مثل میانی ها، مثل کویکترا یا اون فرند و اینا که نشون میده. تناب اینطوری میفته میده. به فرود نگه میدارم و از طرف مقابل 3 بار عبور میدم. 1 دور، 2 دور و 3 دور. درسته؟ حالا خود گره رو نمیگیرم بکشم، یه 10-20 سانت بغلترش رو میگیرم بکشم. رسیدیم به مبحث شیرین فرود. یکی از جذاب‌ترین کارهایی که توی این کلاس ها انجام میدیم همین فرود رفتن از سنگ‌ها. حالا بعضی مسیرها بلندتره بعضی کوتاه‌تره و هر کدوم شرایط خودشو داره. فرود تو سنگ‌نوردی اگه حالا تعریف کتابیشو بخوام بگم، فرود طبیعی داریم، فرود مصنوعی داریم. فرود طبیعی همون فرودیه که شما مثل صعود طبیعی عوارض سنگو میگیری میری بالا، عوارض سنگو بگیری بیای پایین، میشه فرود طبیعی که ما کاری نکنه این پاره بشه و نکنه اون رول کنده بشه و اینا کلا پاک کنیم. 1% هم وجود نداره. خب پس اینو گفتم که یکم راحت‌تر اعتماد بکنیم و بیایم تو کارگاه. تو کارگاه اولین کاری که کردم اومدم خود حمایتمو زدم، پیچشو بستم و برای اینکه به خصوص اینجا شیل خفته است، برای اینکه راحت باشم و هی تعادلم به هم نخوره، یه خود اومدم عقب که بتونم تکیه بدم به خود حمایتم. وقتی تکیه میدی دیگه جات صفر میشه، در واقع 3 نقطه میشه و یه حالت تعادل خوبی داری. میتونی دارم فرود میرم، پروسیکمو با خودم میبرم آروم آروم. بهتره که خیلی دستمون درگیره، تناب دست سایش با تناب قرار نگیره و هر جا که احساس کردم کنترل داره از دستم در میره فقط کافیه که پروسیکو ول کنم و ادامه بدم. خود به خود در جا قفل کنه، دیگران لازم نیست باشه. و یا یه موقع هستش که
که اصلا ارادی میخوای اینجا وایسی یه کاری انجام بدی، یه ابزاری گیر کرد. تمومی؟